در تاجیکستان معرکه وسیع ترغیباتی برای پیشگیری از ازدواج‌های خویش و تباری ادامه دارد. بر اضافه گزارش‌های پی در پی تلویزیونی درباره آنکه نیکای خویش و تباری ظهوراتی بد است، روحانیان و مقامات بلندپایه تاجیکستان هم در این باره می‌نویسند و اظهار نظر می‌کنند. اخیراً در این باره فیض الله برادزاده رئیس نوی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان با نشر مقاله از جوانان تاجیک خواست که با دختر و یا پسر خاله و عمه یا دیگر خویش نزدیک ازدواج نکنند، زیرا ممکن است در آینده فرزندانی ناسالم به دنیا بیارند. صحبت امروزه در همین باره است و با همکارم کیومرث عطا. کیومرث رئیس نوی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان درباره بد بودن ازدواج خویش و تباری چی دلیل و برهان آورده است؟ بله طاهر، واقعا فیض الله برادزاده رئیس نوی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان با چاپ یک مقاله کلان حجم ضد ازدواج های خویش و تباری در تاجیکستان صحبت کرده است و در این مقاله خود از ساکنان خواسته است که باید هر چه زودتر به نکاح های خویش و تباری در تاجیکستان نقطه گذاشته شود. آقای برادزاده باور دارد که نکاح های خویش و تباری اصلا سبب به دنیا آمدن فرزندهای ناسالم، یعنی فرزندهای معیوب و مسلوق هستند و بنابراین دعوت کرده است که باید هر چه زودتر در تاجیکستان چنین نکاح‌ها قطع کرده شوند. در برابر این رئیس نوی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان از تشخیص پیش از ازدواج نوجوانان استقبال کرده است و گفته است که باید پیش از توی، پیش از نکاح باید جوانان حتما از معاینه طبی گذرند که تا چه حد وضع سلامتشان خوب است، تا چه حد دختر و جوان با هم موافق هستند از نگاه گینی، از نگاه وضع سلامتی، آیا آنها مبتلای یگان بیماری‌های سرایتی هستند یا نیستند. بنابراین رئیس نوی مرکز اسلام شناسی باور دارد که تشخیص پیش از ازدواج با دین مبین اسلام یگان مخالفت ندارد و این تصمیم که حالا گرفته شده است، یعنی که حتمی کردن تشخیص پیش از ازدواج به قول او یک تشبث غمخوارانه است، نه اینکه دردسر. کیومرث مخالفان پیشنهاد چی میگویند و مقامات دیگری رسمی چی چاره میاندیشیدند؟ بله، در برابر جانبداران تشخیص پیش از ازدواج جوانان و همچنین قطع نکاح خویش تباری در تاجیکستان، همچنین مخالفان این دو پیشنهاد در تاجیکستان خیلی زیاد هستند. آنها میگن که این دو پیشنهاد مثل یک مزاح ارزش‌های دینی و مذهبی آنها است. ولی این مخالفت ها در حالی است که علیه کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان یک گروه مخصوص را برای پژوهش این دو مسئله در تاجیکستان تشکیل کرده است و مسئولان این کمیته باور دارند که در صورت راه اندازی شدن یا که حتمی شدن تشخیص پیش از نکاح جوانان حتما از همپاشی خانواده ها در تاجیکستان کاهش خواهد یافت. مقامات تاجیکستان میگن که در سال 2014 هم در تاجیکستان 95500 عقد نکاح بسته شد، ولی در برابر این بیش از 9000 از این نکاح ها از هم پاشیده شدند یا که از هم بریده شدند. تشکر. همکارم کیومرث عطا از دوشنبه صحبت میکرد.